دیگر دیدند که دین اسلام پرزور شد، مسلمان ها روز از روز زیاد شده ایستادند. باز آمده گفتند که ای محمد بیا، ما هم از حقوق خود میفراییم، این صلح، توی هم از حقوق خود میفرایی. یعنی صلح دشمن ها فقط همون حالت استفاده برد که الکی دیگه زورش نمیرسد. بیا گفتن یک سال تو خدای ما را عبادت کن، یک سال ما خدای تو را عبادت میکنیم. بعد الله تعالی سوره کافرون را نازل کرد. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ای پیغمبر بگو به این کافرها که ای کافرها، من عبادت نمیکنم آن چیزی که شما عبادت میکنید، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم عبادت نمیکنید آن چیزی که من عبادت میکنم. خلاصه در آخرش گفتن که لکم دینکم ولی دین، شما دین خود را دارید، من دین خود را. یعنی قبول نکردم پیشنهاد آنها را. آنها اومده پیشنهاد کردن که بیا یک سال تو بت پرستی کن، یک سال ما یگانه پرستی میکنیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.